قسمت دوم مرور گرامر کتاب میتلپونکت سطح B2 رو شروع کنیم. توی قسمت اول توضیح دادم که چقدر این زمینه گرامری ارزشمنده. میتونه دید جامع و قابل قبولی رو بهتون بده نسبت به گرامر این زبان و منم همین نگرشی رو که از رفرنس گراماتیک سطح B2 C1 این کتاب به دست آوردم توی سطوح پایه سعی میکنم به زبان آموزا انتقال بدم تا وقتی به B2 میرسن راحت‌تر با گرامر کنار بیان و خصوصا متن‌های بهتر و بی غلطی رو بتونن از همون اول بنویسن. این قسمت مربوط میشه به درسای 5، 6، 7 و 8. زمینه گرامری 4، 8 پسیو و شکل‌های جایگزینش. Gebrauch مورد استفاده. Das Passiv beschreibt einen Vorgang. پسیو یه رویداد یا روند رو توصیف میکنه. Die Person oder Sache die etwas tut oder verursacht oder das Agens شخص یا شیئی که یک کاری رو انجام میده یا باعث یک کاری میشه که بهش میگن فاعل یا Agens wird im Passivsatz häufig nicht genannt. معمولا توی جمله پسیو ازش نام برده نمیشه. Sie ist entweder allgemein bekannt, unbekannt oder im Kontext nicht wichtig. یا همه میدونن این فایل رو یا ناشناسه یا اینکه توی کانتکست اهمیتی نداره آگنز و ازش به همین خاطر نام برده نمیشه. برای مثال die Welt wurde in 7 Tagen schaffen. جهان در 7 روز خلق شد. Der Schöpfer der Welt ist allgemein bekannt. خالق دنیا رو همه میشناسن. و مثال بعدی der Minister wurde durch mehrere Stiche in den Rücken verletzt. وزیر چندین بار از ناحیه کمر مجروح شد. Die Attentäter konnten unerkannt entkommen. ضاربین یا سوء قصد کنندگان تونستن بدون شناسایی فرار کنن. entkommen فرار کردن و unerkannt بدون اینکه شناسایی بشن. اینجا der oder die Täter sind unbekannt. ضارب یا ضاربین ناشناخته هستن. خود عمل مهمتر از فاعل کار هست. مثال سومش wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen. من به مصاحبه دعوت شدم. Hier ist nicht wichtig wer mich eingeladen hat. اینجا مهم نیست که کی منو دعوت کرده sondern dass ich eingeladen wurde. بلکه اینکه من دعوت شدم مهمه. قسمت بعد اشکال پاسیف رو توی جدول نوشته. شکل زمان حال ویرد به اضافه یعنی وردن به اضافه پارتیسیپ 2. شکل پراتریتوم وردن به اضافه پارتیسیپ 2. شکل پرفکت زاین به اضافه پارتیسیپ 2 به اضافه وردن و پلوس کوام پرفکت واقعا به اضافه پارتیسیپ 2 به اضافه وردن و فوتور 1 وردن به اضافه پارتیسیپ 2 به اضافه وردن و فوتور 2 رو هم که اینجا نگفته. بعدش توی جدول بعدی پاسیف میت مودال وربن رو گفته. شکل پرزنس مودال ورب رو صرف میکنیم به اضافه پارتیسیپ 2 به اضافه وردن. شکل پراتریتوم مودال ورب رو پراتریتوم میکنیم به اضافه پارتیسیپ 2 به اضافه وردن و شکل پرفکت هابن رو صرف میکنیم به اضافه در آخر پارتیسیپ 2 وردن و اینفینیتیو مودال ورب geschlossen werden müssen و شکل پلوس کوام پرفکت هاتن رو صرف میکنیم در جایگاه 2 میذاریم و بعدش دوباره پارتیسیپ 2 وردن و اینفینیتیو مودال ورب که زیرش هم ستاره زده نوشته. پرفکت با دوپلتن اینفینیتیو خیلی طولانی و پردرد سر هست و همین خاطر از پرفکت با پراتریتوم استفاده میشه در حالت پراتریتوم. و صفحه بعد das Agens im Passiv فاعل توی جمله مجهول. Wenn man das Agens im Passivsatz besonders betonen will وقتی که آدم بخواد مخصوصاً فاعل رو توی جمله مجهول تأکید کنه kann man es mit der Präposition von plus Dativ einfügen. میشه اونو با فرمت von به اضافه داتیف اضافه کرد. مثلا die Mitteilung wurde von der Bundeskanzlerin persönlich vorgelesen. پیام شخصا توسط صدر اعظم
خونده شد، قرائت شد. Und nicht von irgendeinem Pressesprecher و نه از سوی هر گونه سخنگوی مطبوعاتی. و ادامهش bei nicht willentlich herbeigeführten Umständen. Die وضعیت‌هایی که عمدن willentlich به وجود نیومدن oder wenn das Agens nur als Vermittler auftritt یا وقتی که فاعل فقط به عنوان واسطه باشه verwendet man auch durch plus Akkusativ. از فرمول durch به اضافه آکوزاتیو استفاده میشه. Wir wurden durch den Streik aufgehalten. ما توسط اعتصاب متوقف شدیم. یا der Angestellte wurde vom Chef durch dessen Sekretärin informiert. کارمند از طرف رئیس به واسطه منشیش مطلع شد. و قسمت بعدی das sein Passiv oder Zustandspassiv. مجهول وضعیتی. Das Passiv mit werden beschreibt einen Prozess. Passiv با werden یه پروسه یا یک رویداد، یک روند رو توصیف میکنه، اما das Passiv mit sein einen Zustand als Ergebnis einer Handlung. اما پاسیف با sein یک وضعیت رو به عنوان نتیجه یک عمل نشون میده. که مثال هم زده das Museum wurde geschlossen، بسته شد یا بسته شد، که اینجا یک فرایند رو داره نشون میده. leider wegen eines Brands، به دلیل یک آتش سوزی. اینجا فرایند بسته شدن موزه مهمه، اما بعدش نون الان ist es schon einen Monat geschlossen، یک ماهه که بسته است یا یک ماهه که بسته شده است. این یک وضعیتش بسته هست. و ادامهش es war vor einem Jahr schon einmal wegen technischer Probleme für längere Zeit geschlossen. پارسال هم به دلیل مسائل فنی، مشکلات فنی برای تایم طولانی بسته بود. این هم Zustandspassiv هست که دیگه کتاب بیشتر به Zustandspassiv اشاره نکرده و در ادامهش das Passiv ohne Subjekt oder unpersönliches Passiv. Passiv بدون Subjekt. Für Allgemeinaussagen und Regeln gebraucht man das Passiv ohne Subjekt. برای عبارات و قوانین کلی یا عمومی پاسیو بدون سوبجکت استفاده میشه. مثلا im Labor wird geforscht، توی آزمایشگاه تحقیق انجام میشود. این hier allgemeine Aussage هست و hier darf nicht geraucht werden. این یه قانون و قید مکان اول جمله اومده. جمله قبلی هم یه قید مکان اول جمله بود و دیگه نیازی نبود با چیز دیگه ای، مثلا با سوبجکت اول جمله رو پر کرد. یا با اس که توی جمله سوم با اس ابتدای جمله پر شده. es wurde lange darüber diskutiert، خیلی درباره‌اش صحبت شده، که اینجا اس جا پر کن اصطلاحاً بهش میگن اس auf Position 1 Platzhalter für das Subjekt، جای سوبجکت رو پر میکنه. و بعدش قسمت ارزاتس فرمن رو داریم که برای 2 صفحه بعد، اما میتونیم همینجا تمومش بکنیم. شکل جایگزین passiv als Alternative zu Passivkonstruktionen kann man folgende Ersatzformen verwenden. به عنوان آلترناتیو ساختارهای پسیو این شکل‌های جایگزین رو میشه استفاده کرد. برای مثال من، از من به عنوان پسیو یکی از طرق بیان مجهول در آلمانی میشه استفاده کرد. یا jede Person, alle Leute. Die konkrete Person ist nicht wichtig. یه شخص واقعی مهم نیست. برای مثال diese Aufgabe kann man in 3 Monaten bewältigen. بر این وظیفه میشه طی 3 ماه فائق اومد. اینجا هم میشه ترجمهش کرد آدم میتونه بر این Aufgabe فائق بیاد، یا میشه ترجمهش کرد میشه که، یعنی با شدن میشه ترجمهش کرد، که این به جای حالت مجهول با مدال ورب کنن هست. و توی ردیف دوم ورب شتام روشه فعل به اضافه بار یا لیش رو نوشته به معنی kann gemacht werden یا kann nicht gemacht werden. این هم به جای مجهول با مدال ورب کنن هست. برای مثال ist der Motor noch reparierbar، آیا موتور قابل تعمیر، به جای kann der Motor noch repariert werden. مثال دومی das Gemälde ist
unverkäuflich غیر قابل فروشه kann nicht verkauft werden. نمیتواند به فروش برسد یا نمیتواند فروخته شود. و ردیف سوم sein به اضافه zu plus infinitiv که این هم جانشین کنن müssen یا sollen میتونه باشه که حالا اینجا sollen رو نوشته، یا در حالت منفی هم جایگزین kann nicht یا darf nicht میتونه باشه. و مثال زده ردیف سوم das ist nur mit vereinten Kräften zu schaffen به جای kann geschafft werden نوشته das ist zu schaffen. یا توی ردیف بعد das Projekt ist bis morgen abzuschließen به جای muss abgeschlossen werden نوشته ist abzuschließen باید تموم بشه. و ردیف آخر هم از sich lassen به اضافه اینفینیتیو استفاده شده که جایگزین پسیو با مدال ورب können هست. lässt sich plus infinitiv مساوی با kann gemacht werden. برای مثال das lässt sich sofort erledigen به جای das kann sofort erledigt werden erledigt werden. البته جایگزین های پسیو خیلی زیادتر هستن، یه مقدارش توی سطح C1 نوشته شده و یه مقدارش هم کلا نوشته نشده. قسمت 14 درباره کنیونکتیو 2 که تا حدی باش آشنایی دارید. برای بیتن درخواست‌ها Ratschläge توصیه ها Vermutungen حدسیات و Wünsche آرزوها Gebrauch استفاده. Der Konjunktiv 2 wird verwendet, wenn etwas Irreales ausgedrückt werden soll. وقتی چیز غیر واقعی باید بیان بشه از کنیونکتیو 2 استفاده میشه. Wie zum Beispiel in konditionalen Nebensätzen oder irrealen Vergleichssätzen. مثلا توی نبنزاتهای شرطی یا توی جملات مقایسه‌ای غیر واقعی که بیشتر باشون آشنا میشیم به زودی. و man kann diese Form auch gebrauchen, wenn man Bitten, Ratschläge und Wünsche vorsichtiger oder höflicher ausdrücken möchte. وقتی که بخوایم محتاطانه تر vorsichtiger یا مؤدبانه تر بیان بکنیم، اون درخواست ها رو یا توصیه ها و آرزوها رو از این فرم یعنی کنیونکتیو 2 استفاده میکنیم. برای مثال höfliche Bitten درخواست مؤدبانه Entschuldigung hätten Sie vielleicht einen Moment Zeit ببخشید یکم وقت دارید. wärst du so nett mir dein Auto zu leihen لطف میکنی ماشینتو بهم قرض بدی. و Entschuldigen Sie könnten Sie mir bitte kurz helfen ببخشید میشه یکم کوتاه بهم کمک کنید. و würdest du mir bitte das Salz geben به نمک میدید لطفاً. و بعدش چند تا مثال برای Ratschläge زده. wenn ich du wäre اگر من جای تو بودم würde ich mir einen neuen Job suchen دنبال یه کار جدید برای خودم میگشتم. یا به صورت زمان حال میشه ترجمهش کرد اگر من جای تو باشم دنبال یه کار جدید میگردم. توی فارسی جفتش رو در یک معنا معمولاً به کار میبریم، خیلی افتراقش نمیدیم. اما توی آلمانی یه شکل زمان حال داریم و یه شکل زمان گذشته که در ادامه باهاش آشنا میشیم. مثال دومی Wie wäre es damit mehr Sport zu treiben چطوره که بیشتر ورزش کنیم. سومی Du solltest dich wirklich mehr bewegen تو باید بیشتر تحرک داشته باشی که این یه توصیه هست، یه پیشنهاده و یه اجبار نیست. اینجا مثلا این توصیه رو مؤدبانه تر کرده کنیونکتیو 2. یا an deiner Stelle hätte ich mich bei dieser Firma beworben اگه جای تو بودم توی این شرکت یا به این شرکت تقاضای کار میدادم، ببربن میکردم. این اولی و چهارمی میتونن معادل هم باشن. wenn ich du wäre یا an deiner Stelle معادل همن. و بعد Vermutungen es könnte sein dass Richard sich bald eine Stelle im Ausland sucht
این یه حدس میتونه اینجور باشه که یا ممکنه اینجور باشه که ریچارد برای خودش به زودی دنبال یه اشتله در خارج از کشور میگرده، یه موقعیت شغلی. یا دومی das dürfte nicht so schwer sein، نمیتونه اینقدر سخت باشه یا نباید اینقدر سخت باشه، به صورت یه احتمال، یعنی احتمالاً اینقدر سخت نیست. و لیزا müsste bald kommen، لیزا باید زودی بیاد، زودی برسه، که این هم یه احتمال هست با درصد احتمال خیلی بالاتر. مثلا کنتن رو میتونیم 50% احتمال در نظر بگیریم و دürften رو 75% و müssten 90%. و در ادامه Wunschsätze mit wenn، جملات آرزویی با wenn که معمولا مدال پارتیکل های doch، bloß یا nur هم داخل این جمله ها استفاده میشه. برای مثال wenn ich doch nur hier bleiben könnte، کاش میتونستم هنوز اینجا بمونم، که جلوش Wunschsätze ohne wenn رو نوشته میشه. wenn رو برداشت و اون فعلی که آخر جمله رفته رو آورد اول و همون معنی رو میده. könnte ich doch noch hier bleiben، کاش میتونستم اینجا هنوز بمونم. و دومی wenn nur schon Sonntag wäre، کاش که یک شنبه بود، یا wäre nur schon Sonntag، کاش فقط یک شنبه بود. و سومی wenn doch endlich käme، کاش بالاخره بیاد، یا käme doch endlich. و آخری wenn wir bloß schon gestern losgefahren wären، کاش که ما دیروز حرکت کرده بودیم، یا wären wir bloß schon gestern losgefahren. این در زمان گذشته است و بعد نوشته die Modalpartikeln doch nur bloß machen den Wunsch intensiver، اون آرزو رو شدیدتر میکنن. و ادامهش formen Konjunktiv 2 der Gegenwart در زمان حال. Bei Modalverben und einigen frequenten unregelmäßigen Verben wird meist die Konjunktiv 2 Form gebraucht. برای مدال ورب ها و بعضی از افعال بی‌قاعده پرتکرار اکثرا فرم کنیوکتیو 2 استفاده میشه که به این شکل بغیتقیتم به اضافه املاوت، اکثرا املاوت میگیرن به اضافه اندونگ، یعنی صرفش برای اشخاص مختلف. برای مثال فعل کامن رو برده به بغیتقیتم شده کامن و بعدش املاوت بهش داده و شکل کنیوکتیو 2 رو ساخته کمن. و توی ستون بعد چند تا فعل دیگر رو گفته. برای نیمن شده نیمه توی کنیوکتیو 2، برای گین شده گینگه، برای لسن شده لیسه و ویسن شده وسته و هابن شده هته و زین هم ویقه. و ستون بعدترش مدال ورپا رو نوشته که املاوت میگیرن به جز زولن و والن، کنته، میسته، دürfte، میشته و بدون املاوت زلته و والته. در ادامه جدول نوشته bei regelmäßigen Verben und vielen unregelmäßigen Verben verwendet man für den Konjunktiv 2 meistens Würde plus Infinitiv. برای افعال با قاعده و خیلی از افعال بی قاعده، یعنی کلا اکثر فعل ها از این شکل استفاده میکنیم، از würden به اضافه اینفینیتیو فعل. برای مثال wenn ich mehr Zeit hätte würde ich das Buch heute noch kaufen. افعال haben و sein رو که خیلی راحت میکنیم hätten و wären، مدال ورب ها رو هم تبدیل به شکل کنیونکتیوی میکنیم، اما بقیه افعال اکثرا با würden میگیم که اینجا هم شده würden به اضافه kaufen. در واقع würden به اضافه اینفینیتیف و بعدش میت مدال ورب رو گفته. das müsste nicht so sein از فعل müssen müssten رو ساخته که مدال ورب رو کنیونکتیو میکنیم، بعدش اینفینیتیو رو میاریم آخر. و بعد پاسیف رو گفته. پاسیف رو ما از فعل وردن به اضافه پارتیسیپ 2 میساختیم که الان وردن رو خیلی راحت تبدیل میکنیم به وردن و پارتیسیپ 2 رو در آخر میاریم. مثال نوشته würde das Haus noch dieses Jahr fertiggestellt könnten wir im Januar umziehen،
که کانتن ویا باید باشه، احتمالاً غلط املاییه. اگه خونه تموم بشه، اینجا مجهول، معلوم نیست کی خونه رو تموم میکنه. اگه تموم بشه میتونیم توی ژانویه اسباب کشی کنیم. ویردن به اضافه پارتیسیپ 2 و بعدش پاسیف و مودال ورب رو با هم گفته که اینجا هم پسیو با مودال ورب رو بلدیم، کافیه تنها مودال ورب رو ببریم توی حالت کنیونکتیوی. نوشته das könnte bis morgen erledigt werden که اگر کنیونکتیوی نبود میشد das kann bis morgen erledigt werden، یه مجهول با مودال ورب که قبلا خوندیم، حتی تو به 1 خونده بودیم. الان صرفا مودال ورب رو کنیونکتیو میکنیم و در ادامهش کنیونکتیو 2 در vergangenheit رو گفته، در زمان گذشته. ما برای ساخت زمان گذشته از haben یا sein به اضافه پارتیسیپ 2 استفاده میکردیم و اینجا هم کافیه همون haben یا sein رو ببریم به فرمت کنیونکتیو 2 در بیاریم، یعنی hätten یا wären. مثال زده wenn es nicht so spät gewesen wäre hätte ich dich noch besucht. اگه خیلی دیر نشده بود به دیدنت می اومدم. یا بدون wenn wäre es nicht so spät gewesen hätte ich dich noch besucht. و بعدش mit مودال ورب رو گفته. مودال ورب رو که میخواستیم گذشته کنیم از پرتریتوم استفاده میکردیم، مثل همون هابن و زاین رو که میخواستیم گذشته کنیم بیشتر از پرتریتوم استفاده میکردیم. اما اینجا برای حالت کنیونکتیوی باید از حالت پرفکت استفاده بکنیم. توی 2 مثال بالا هم فعل زاین پرفکت شده بود گویزن، و حالا اینجا هم بعد مودال ورب ها رو به صورت پرفکت گذشته بکنیم که با فعل هابن هست das hat nicht so kommen müssen. و بعدش برای کنیونکتیو 2 ساختن کافیه که همون هابن رو کنیونکتیو کنیم، شده das hätte nicht so kommen müssen. بعدش پاسیف رو نوشته. اول ما باید پاسیف رو در حالت پرفکت، زمان گذشته پرفکت بدونیم و بعدش همون فعل کمکیه رو بکنیم کنیونکتیو. توی کنیونکتیو 2 هم یه زمان حال داریم، یه زمان گذشته داریم، دیگه بیشتر نداریم و اون زمان گذشتهش میتونه شامل انواع مختلف زمانهای گذشته باشه و مشابه مثالهای قبلی که با مودال ورب بود و با فعلهای زاین و هابن بود، از حالت پرفکت باید استفاده کنیم، نمیتونیم از حالت پرتریتوم استفاده کنیم. در نتیجه الان که به پاسیف میرسیم باید اول بتونیم یه پاسیف زمان پرفکت رو بسازیم که با زاین به اضافه پارتیسیپ 2 به اضافه وردن بود، یه بار دیگه زاین پارتیسیپ 2 وردن، که زاین رو پرتریتوم میکنیم، تبدیل میشه به ویغن. و اینجا مثال زده wäre das Haus im letzten Jahr fertiggestellt worden hätten wir im Januar umziehen können. اگه خونه پارسال تموم میشد میتونستیم توی ژانویه نقل مکان کنیم که تموم نشده و نتونستیم. قسمت اولش پاسیو هست و قسمت دومش هم پاسیو میت مودال ورب هست که یه بار دیگه توضیح میدم. مودال ورب رو به صورت پرفکت گذشته میکنیم و همون فعل کمکی که باش گذشته کردیم یعنی هابن رو میاریم در حالت کنیونکتیو 2 قرار میدیم. و بعدش پاسیف اونت مودال ورب رو گفته، جمله که هم پاسیف داره هم مودال ورب، که مودال ورب رو ما با هابن گذشته میکردیم، پرفکت ازش میساختیم. اینجا هم همون هابن رو پرتریتوم، همون هابن رو کنیونکتیو میکنیم. مثالش das hätte schneller erledigt werden können. کاش زودتر بهش رسیدگی میشد یا کاش سریعتر بهش رسیدگی شده بود، که فرمولش رو نوشته هتن به اضافه پارتیسیپ 2 به اضافه وردن به اضافه اینفینیتیو مودال ورب. 2 تا اینفینیتیو میاد در آخر قرار میگیره. و توی قسمت آخر گفته که چطور نیبنزاتس ازشون بسازیم. نیبنزاتس میت مودال ورب. sagt dass das nicht hätte tun sollen. اینجا 2 تا اینفینیتیو رو در آخر داریم. وقتی که 2 اینفینیتیو در آخر داشته باشیم دیگه چیزی رو بعدشون نمیاریم در آخر جمله، لذا اون چیزی که باید در آخر بیاد که هته باشه باید بیاریم قبلشون قرار بدیم که میتونیم
بلافاصله قبل از دو اینفینیتیو قرارش بدیم یا اینکه یه جایی وسط جمله بیاریمش. اینجا بلافاصله قبلشون گذاشته. یا مثال بعدی که برای حالت پاسیف هست sagte, dass das nicht hätte getan werden müssen که اینجا هم 2 اینفینیتیو در آخر جمله داریم، werden و müssen، لذا hätte رو قبلشون میاریم. گراماتیک 3 7 کندیسیونال Hauptsätze و Nebensätze، جملات شرطی با andernfalls wenn و غیره، Konditionalsätze یا Bedingungssätze، جملات شرطی. Konditionale Sätze geben Auskunft über Geschehen, die unter bestimmten Bedingungen stattfinden. درباره اتفاقاتی اطلاع میدن که تحت شرایط خاصی اتفاق میفتن. Auskunft geben یعنی اطلاع دادن یا کسی رو راهنمایی کردن. Oder auch nicht یا اتفاق نمیفتن. Sie antworten auf die Frage unter welcher Bedingung. به این سوال جواب میدن که تحت چه شرایطی. برای مثال wenn die Vorstellungen von einer guten Ehe nicht übereinstimmen, kommt es leicht zu Konflikten. وقتی که تصورات از یک ازدواج خوب با هم هماهنگ نباشن، مطابقت نداشته باشن، خیلی سریع این منجر به کنفلیکت یا مشاجره میشه یا اشتغایت. و بعدش گفته konditionale Nebensätze werden vor allem schriftlich auch oft ohne Konnektor gebildet. اکثرا توی زبان نوشتاری بدون کنکتور when ساخته میشن و در این حالت das Verb steht dann auf Position 1. verb توی پوزیشن 1 قرار میگیره. برای مثال stimmen die Vorstellungen von einer guten Ehe nicht überein, kommt es leicht zu Konflikten. wenn رو برداشتیم فعل آوردیم اول گذاشتیم و بعدش die konditionalen Verbindungsadverbien stehen im zweiten Hauptsatz. Das heißt nach dem Satz in dem die Bedingung steht. کنار nebensatz کنکتور مثل when یا falls که توی به یک باش آشنا شدید، ما یه سری Verbindungsadverb هم داریم. قیدهایی هستن که 2 جمله رو به هم ارتباط میدن و قاعدتا این قیدها پوزیشن خودشون رو میگیرن و در واقع Hauptsatz رو میسازن. Nebensatz کنکتور خب از اسمش هم پیداست، این کنکتور رو Nebensatz میسازن، اما Verbindungsadverbien توی جمله Hauptsatz هستن و اینجا نوشته که این ادورب ها توی Hauptsatz دوم قرار میگیرن بعد از جمله‌ای که توش اون شرط مطرح شده. برای مثال ein Partner darf nicht ständig auf seine Meinung beharren. یه پارتنر نباید دائما روی نظر خودش پافشاری کنه. beharren یعنی پافشاری کردن یا اصرار کردن، مقاومت کردن. sonst در غیر این صورت یا وگرنه kommt es ständig zu Konflikten، دائما به کنفلیکت منجر میشه. و در ادامهش درباره حروف اضافه گفته. خب طبق معمول ما برای ارائه یک مفهوم میتونیم nebensatz کنکتور رو داشته باشیم و به موازات اون یک Verbindungsadverb رو داشته باشیم که Hauptsatz میسازه، توی Hauptsatz قرار داره و به موازات اون یک پرپوزیسیون رو داشته باشیم که جمله رو نومینال میکنه. در واقع nebensatz کنکتور یا Verbindungsadverbien 2 جمله رو به هم وصل میکنن، اما پرپوزیسیون ها جمله رو نومینال میکنن و یک جمله رو تشکیل میدن. نوشته eine Bedingung kann auch mit Präpositionen eingeleitet werden. برای مثال bei weiterer Lärmbelästigung kündige ich die Wohnung. در صورت آلودگی صوتی بیشتر آپارتمان رو یا خونه رو فسخ میکنم. اینجا یک جمله رو داریم و قاعدتا کما هم توی این جمله نداریم. یا بعدی ohne eine Renovierung nehme ich die Wohnung nicht و معادلش اینه wenn die Wohnung nicht renoviert wird. اگر خونه بازسازی نشه خونه رو نمیگیره. و پرپوزیسیون ها که نومینال میکنن در واقع سطح بالاتری از نگارش و ادبیات رو نشون میدن و توی این سطوح بهتر ما بیشتر از این حالت استفاده کنیم، حالت نومینال به کمک پرپوزیسیون ها.
بعدش یه überblick رو داریم. ستون اول نیبنزاتس کنکتورها رو نوشته. when وقتی که، اگر که، یا فالس یا زوفرن، همینجور اگر که. تفاوتشون اینه که زوفرن و فالس احتمال کمتری رو دارن. مقدار احتمال اجرای اون شرط کمتر از when هست. و بعدش vorausgesetzt dass، تحت شرایطی که، یا در صورتی که، به شرط این که، یا خیلی ساده اگر. و بعد es sei denn dass، مگر این که. و بعدی unter der Bedingung dass، تحت شرایطی که یا تحت این شرایط که. اینا همشون رو توی ترجمه آخرشون که گفتم که مشخص باشه یه هاپزاتس نیستن، از خودشون استقلال معنایی ندارن و نیاز به یک جمله دیگه دارن که اون جمله بیاد معنای اینا رو کامل بکنه. در نتیجه نیبنزاتس کنکتور هستن، جمله فرعی هن، یا به عبارت دیگه جمله پیرو هستن یا وابسته هستن و همه اینا رو خیلی راحت میشه معنی کرد اگر، به جز اون اس زایدن داس که یعنی مگر این که. و ستون دومی فربیندونگز ادورب رو نوشته. اینا قید هستن، توی هاپتزاتس قرار میگیرن و زانست، انزانستن، اندرنفالس به معنی وگرنه یا در غیر این صورت. و اونتا در بدینگونگ، تحت این شرایط، با این اوضاع و احوال، یا در چنین شرایطی. و بعدش ستون سوم پرپوزیسیون رو داریم، بای به اضافه داتیف که میشه ترجمهش کرد تحت یا با وجود، بهتر در صورت وجود، یا گاهی با. و بعدی این فال فان، در صورت بعدش داتیف میخواد. و از همین ما آف ییدن فال رو داشتیم تحت هر شرایطی، به هر حال، در هر حال. یا آف کاینن فال رو داشتیم هرگز، تحت هیچ شرایطی. و آخرش هم اون پلوس آکوزاتیف، بدون یا بدون احتساب مثلا. و در ادامه ایغه آل کندیسیونال زدسه، جملات شرطی غیر واقعی که اینها drucken aus das، اینو بیان میکنن که der Sprecher seine Aussage nicht als eine Aussage über etwas Reales sieht, sondern sich Umstände nur vorstellt. Das heißt auch, dass die Bedingung im Nebensatz nicht erfüllt ist. گوینده مقصودش رو واقعی، یه چیز واقعی در نظر نمیگیره، بلکه تنها شرایطی رو متصوره، به این معنیه که شرط توی نبنزاتس عملی نمیشه، erfüllt نمیشه. حالا بعدش مثال هم زده فهمش رو بهتر میکنه. Das bedeutet، این یعنی die Folge wird nicht oder nur vielleicht realisiert. اون پیامد واقعی یا عملی نمیشه یا تنها شاید عملی بشه. و این irrealen Konditional setzen stehen die Verben im Hauptsatz und Nebensatz im Konjunktiv 2. توی این جملات فعل داخل هاپزاتس و نبنزاتس در حالت کنجونکتیو 2 قرار میگیره. مثال زده wenn wir beide pünktlicher wären hätten wir mehr Zeit füreinander. اگر ما هر دو منظمتر باشیم، وقت شناستر باشیم، وقت بیشتری برای هم خواهیم داشت. یعنی الان نیستیم و وقت بیشتری هم نداریم و احتمالاً قرار هم نیست که وقت شناس باشیم، یا خیلی سخته، به ندرت ممکنه که وقت شناس باشیم که بعدش وقت بیشتری هم برای هم داشته باشیم. این میشه یک جمله شرطی غیر واقعی، irreale Konditional Satz. و دومی در زمان گذشته است. wenn wir gestern pünktlicher gewesen wären hätten wir mehr Zeit gehabt. اگر دیروز وقت شناستر بودیم وقت بیشتری رو می داشتیم، که یه شرط غیر واقعی، امکان عملی شدن یا برآورده شدن شرط وجود نداره. و بعدش گفته irreale Konditional Sätze kann man auch ohne Nebensatzkonnektor bilden. Der Nebensatz steht dann vor dem Hauptsatz und das Verb Nebensatz steht auf Position 1. برای اینکه بدون نبنزات کنکتور این جملات رو بسازیم، یعنی فرضاً بدون when اینها رو بگیم، باید نبنزات رو بیاریم اول و when رو حذف بکنیم، فعل رو بیاریم در جایگاه یک قرار بدیم. برای مثال همون مثال بالاتر رو اینجا به این شکل آورده.
Wären wir beide pünktlicher, hätten wir mehr Zeit füreinander. گرامر 313 Vergleichssätze جملات مقایسه‌ای. Mit Vergleichssätzen antwortet man auf die Frage ist es genauso oder anders. با جملات مقایسه‌ای به این سوال پاسخ داده میشه که چیزی شبیه یا متفاوت. Vergleich kann man so ausdrücken. مقایسه ها رو میشه اینطور بیان کرد. So به اضافه Adjektiv Grundform im Hauptsatz wie im Nebensatz. برای مثال das Fest war so schön wie ich es mir vorgestellt hatte. جشن همونقدر زیبا بود که من قبلا تصور میکردم. اینجا با wie Nebensatz ساخته و بعدش Komparativ im Hauptsatz als im Nebensatz. برای مثال das Fest war besser als ich es mir vorgestellt hatte. جشن بهتر از چیزی بود که فکرشو میکردم. و بعدی Komparativ plus als plus Partizip 2. Das Fest war besser als gedacht. همون معنی قبلی رو میده. جشن بهتر از چیزی بود که فکر میشد یا فکر میکردم. و ادامه متن bei realen Vergleichen vergleicht man etwas mit etwas anderem, das nicht der Realität entspricht. توی مقایسه های غیر واقعی چیزی با یه چیز دیگه مقایسه میشه که با واقعیت تطابق نداره. این Nebensatz داریم که به این شکل ساخته میشه als ob به اضافه Konjunktiv 2 و conjugiertes Verb am Satzende که مثال زده Sie laufen so schnell davon als ob ihnen der Teufel begegnet wäre. Teufel به معنی شیطان. اونا طوری سری میدوهن انگار که شیطان اونا رو دیده یا شیطان با آنها مواجهه داشته. فعل begegnen به معنی مواجهه داشتن یا برخورد کردن که با فعل sein هم پرفکت میشه و اینجا هم فعل sein رفته توی کنجونکتیو 2 قرار گرفته و در آخر جمله اومده و بعدش Hauptsatz als به اضافه کنجونکتیو 2 conjugiertes Verb auf Position 2. برای مثال die Männer erschrecken als wären sie kleine Kinder. مردا ترسیدن انگار بچه کوچیک هستن. طوری ترسیدن که انگار بچه کوچیکن. خب اینجا فرقش با قبلی اینه که قبلی als ob داشت فعل و مینداخت آخر، اینه که als داره فعل در جایگاه دوم قرار میگیره و بعدش هم wie به اضافه nomen die Männer erschrecken wie kleine Kinder. گرامر 310 درباره چگونگی انجام کار صحبت میکنه. Modale Hauptsätze und Nebensätze. نوشته mit Modalen Haupt- und Nebensätzen antwortet man auf die Fragen wie oder auf welche Art und Weise. با اینها میشه به این سوال جواب داد چگونه یا از چه طریق، به چه روش. Sie geben einen Hinweis auf ein Hilfsmittel, eine Methode oder eine Strategie. اینا به یه وسیله کمکی، یک متد یا روش یا یک استراتژی اشاره میکنن. برای مثال das Eichhörnchen sorgt für den Winter vor. سنجاب برای زمستون آماده میشه. یا تدارک میبینه حالا چگونه، به چه روش آماده میشه. indem es viele Nüsse versteckt. به این صورت که تعداد زیادی دونه رو پنهون میکنه. مثال بعدی dadurch dass wir unseren Garten nicht so perfekt aufräumen schaffen wir Lebensraum für Igel und viele Vögel. به این طریق که یا به این صورت که ما باغ رو خیلی کامل تمیز نکنیم یه فضای زندگی برای جوجه تیغی یا خیلی از پرندگان ایجاد میکنیم. اینها indem و dadurch dass Nebensatz کنکتور بودن. میتونیم معنیش کنیم به این صورت که یا بدین ترتیب که. اما خب تو فارسی راحت میگیم با یا از طریق و به صورت حرف اضافه ای اکثرا ترجمهشون میکنیم. حالا حرفای اضافه رو هم جلوتر میخونیم و قسمت بعدی Sie geben einen Hinweis darauf dass etwas nicht geschieht oder nicht nötig ist. به این اشاره میکنم که یه چیزی اتفاق نمیفته یا ضروری نیست. برای مثال das Essen meiner Mutter ist langweilig.
denn sie kocht immer ohne zu würzen. غذای مادرم خسته کننده یا کسل کننده است چون که او همیشه غذا میپزد بدون اینکه چاشنی بزند. همیشه بدون چاشنی زدن آشپزی میکنه. و مثال بعدی Der Webervogel baut sein kunstvolles Nest ohne dass ihm andere Vögel helfen. پرنده بافنده خونه هنرمندانه یا پیچیدش رو میسازه بدون اینکه پرندگان دیگر به او کمک کنن. خب اینا هم Nebensatz کنکتور بودن مثل این دم و دادورش داست. اینجا هم ohne das و ohne zu یه دونه Nebensatz رو میسازن و در ادامه گفته die modalen Verbindungsadverbien stehen im zweiten Hauptsatz. حالا درباره قیدهای همین Verbindungsadverbien داره صحبت میکنه که توی Hauptsatz دوم قرار میگیرند. Das heißt nach dem Satz in dem der Hinweis auf das Hilfsmittel oder die Methode steht. یعنی بعد از جمله‌ای که به متد اشاره میکنه در واقع اول جمله‌ای میاد که به اون طریقه اشاره میشه و بعدش این ادورب ها قرار میگیرن و میگن بدین طریق فلان طور میشه یا بدین ترتیب فلان طور میشه. برای مثال wir räumen unseren Garten nicht perfekt auf. ما باغمون رو خیلی کامل تمیز نمی کنیم. Dadurch بدین ترتیب schaffen wir Lebensraum für Igel und viele Vögel. فضای زندگی برای جوجه تیغی و خیلی از پرندگان ایجاد میکنیم. 2 Hauptsatz اینجا داریم و dadurch که یه Verbindungsadverb هست در جمله دومی قرار گرفته. و قسمت آخر هم گفته ein Modalsatz kann auch mit Präpositionen eingeleitet werden. همین مفاهیم رو میشه با حروف اضافه هم گفته بالاتر توی فارسی توضیح دادم و برای مثال نوشته Durch zahlreiche Versuche hat man viel über die Intelligenz der Tiere erfahren. با تلاش‌های بسیار آدم از یا درباره هوش جانوران اطلاعات زیادی کسب کرده. که توی فارسی به صورت حرف اضافه با ترجمهش میکنیم، با تلاش‌های فراوان یا از طریق تلاش‌های فراوان. و مثال بعدی Der Webervogel baut sein Nest ohne Hilfe. بدون کمک. اینجا دوش و اونه پرپوزیسیون هستن و توی فارسی هم با و بدون حرف اضافه هستن. دوش به اضافه آکوزاتیف میاد، اونه هم همینجور و میشه میت رو هم نوشت که میت به اضافه داتیف میاد. حالا جدول هم گذاشته یه überblick انجام داده. Nebensatz کنکتورها توی این دسته از جملات یا مفاهیم یعنی مفاهیم مودال میشن in dem, dadurch, das, ohne das و ohne zu و Verbindungsadverb که جایگاه میگیرن و اگر جایگاه اول بیان فعل در جایگاه دوم قرار میگیره میشن so, dadurch و damit و پرپوزیسیون ها که بعدشون اسم میاد میشه دوش به اضافه آکوزاتیف، میت به اضافه داتیو و اونه به اضافه آکوزاتیف. Grammatik 6 finale Hauptnebensätze. Mit finalen Hauptnebensätzen antwortet man auf die Fragen mit welchem Ziel oder Zweck, mit welcher Absicht oder wozu. به این سال جواب داده میشه که با چه نیت و قصد و هدف و منظوری کار انجام شده. Sie geben einen Hinweis auf ein Ziel, einen Zweck oder eine Absicht. اینا نشون دهنده هدف و مقصود و قصد هستن. Bei zwei verschiedenen Subjekten im Hauptnebensatz verwendet man damit. اگر توی نبنزاتس و هاوپزاتس 2 سوبجکت متفاوت داشته باشیم باید از damit استفاده کنیم. Ich besuche einen Sprachkurs, damit meine Kinder sich nicht für das schlechte Englisch ihres Vaters schämen müssen. من کلاس زبان میرم که بچه هام به علت انگلیسی بد پدرشون شرمنده نشن. مجبور نباشند که شرمنده شوند. و bei gleichen Subjekten kann man damit oder zu verwenden. اگر سوبجکت ها برابر باشه جفتشو میشه استفاده کرد، اما zu ist meist die stilistisch oder stilistisch bessere Variante. اما zu بهتره. Ich lerne Spanisch, damit ich in der Firma besser zurechtkomme. من اسپانیایی یاد میگیرم که توی شرکت بهتر کنار بیام با کارا یا بهتر از عهده بر بیام که بهتر اینه، بهتر اینجوری بنویسیم
besser, ich lerne Spanisch, in der Firma besser zurechtzukommen. بهتر اینجوری با zu بنویسیمش. و in der mündlichen Umgangssprache kann der finale Nebensatz auch allein stehen. Warum gehst du in die Stadt, einzukaufen? یه زبان محاوره میشه این نبنزاس رو به تنهایی آورد. یا warum muss ich schon ins Bett, damit du morgen ausgeschlafen bist. چرا باید برم بخوابم؟ برای اینکه خواب سیری کرده باشی تا صبح، که فردا خواب کافی رو داشته باشی. و die finalen Verbindungsadverben stehen im zweiten Hauptsatz. Das heißt, nach dem Satz, in dem das Ziel oder der Zweck steht. و Verbindungsadverb هاشون هم توی جمله دومی قرار میگیرن بعد از جمله‌ای که توش هدف یا مقصود نوشته شده. برای مثال ich möchte in der Firma besser zurechtkommen, dafür lerne ich Spanisch. و در ادامه ein Ziel oder einen Zweck kann man auch mit den Präpositionen zum plus nominalisierter Infinitiv oder mit zum oder zur oder für plus Nomen, das sich meist auf eine Aktivität bezieht, ausdrücken. هدف رو یا مقصود رو میشه با پرپوزیسیون هم بیان کرد. حرف اضافه zum به اضافه اینفینیتیوی که نومینال شده، اسم مصدر، اینفینیتیوی که به صورت اسم ازش استفاده کنیم، یا با حروف اضافه zum, zur و für به اضافه اسم که بیشتر اکثرا به یک فعالیت اشاره میکنه. برای مثال zum Üben treffe ich mich regelmäßig mit anderen Kursteilnehmern. برای تمرین، با هدف تمرین، با مقصود تمرین، به نیت تمرین، من بقیه همکلاسی ها رو ملاقات میکنم. یا zum Training notiere ich mir den neuen Wortschatz auf Vokabelkärtchen. دوباره باز برای تمرین، به منظور تمرین، من کلمات جدید توی کارت ها مینویسم، کارت های لغت. و für die Teilnahme am Sprachkurs nehme ich mir extra Zeit. برای یا به منظور شرکت در دوره زبان وقت اضافه اختصاص میدم. فعل teilnehmen که اسمش شده teilnahme با حرف اضافه an. و توی جدول هم یه بررسی اجمالی یا überblick انجام داده. Nebensatz کنکتور داریم، damit یا zu. همچنین Verbindungsadverb داریم که جایگاه میگیرن. اگر اول کار بیان، فعل در جایگاه دوم قرار میگیره، میشه dafür و dazu. و پرپوزیسیون که بعدشون اسم میاد، zum یا zur یا für به اضافه آکوزاتیف. یک گرامر هم توی کتاب کار داریم. توی کتاب B21 هم یه سری گراماتیک بود، توی کتاب کار بودن و توی کتاب درسی نبودن. به هر حال میتونید زمینه گرامری کتاب رو کامل مطالعه بکنید. البته بعضیشون ساده هستن، اکثرشون رو میدونید، اما بعضا نکات مهمی هم داخلشون هست. و یه وقت هم به صورت جدول یه سری چیزا رو خلاصه کرده که خب نیازی به حفظ کردن نیست. اما به هر حال این گرامر 7.2 توی کتاب کار رو دیدم که مهمه، به همین خاطر اینجا گذاشتمش. اسم گرامر Artikel Wörter als Pronomen هست. آرتیکل ها یا کلمات آرتیکلی به عنوان ضمیر. از آیه که 1 من به زبان آموزا میگم که آرتیکل یعنی حرف تعریف و اسم بعد از خودش رو تعریف میکنه. از نظر جنسیت، از نظر شمار یعنی مفرد و جمع، و همچنین از نظر حالت دستوری که 4 تا حالت داریم توی آلمانی: نومیناتیو، آکوزاتیو، داتیو و گنیتیو. در نتیجه از این تعریف همونطور که برمیاد بعد از آرتیکل یه اسم رو ما داریم و آرتیکل میاد تعریف میکنه اسم بعد از خودش رو. و در شرایطی که بعد از اون چیزی که آرتیکل یا شبیه آرتیکل، اگه بهتر بگم، اسمی وجود نداشته باشه، خب دیگه اون آرتیکل نیست، حرف تعریف نیست و تبدیل میشه به ضمیر. مثلا das ist meine Tasche. اینجا ماینه آرتیکل هست که بهش میگیم پوسسیف آرتیکل ملکی، و بعدش هم اسم تاشه اومده. اما موقعی که اسم بعدش نیاد و بگیم das ist meine، این مال منه، اینجا ماینه دیگه یه ضمیر هست، پرونومن هست. همچنین آرتیکل های دیگه ای داشتیم، دفینیتا آرتیکل یا بشتیمتا آرتیکل، همون درو داسو دی، یا این دفینیتا آرتیکل یا اون بشتیمتا آرتیکل مثل این، اینه. همچنین نگاتیف آرتیکل کاین، کاینه. و همچنین آرتیکل ورد های دیگه مثل دیس، مثل ولش، دیزه، ولشس الاخر.
حالا همه اینا بعدشون اسم می اومد و خب تعریف میکردن اسم بعد از خودشون رو، اما الان میخوایم توی حالتی اونا رو ببینیم که بعدشون اسم نیاد و ضمیر باشن. خب نوشته wenn Artikelwörter als Pronomen verwendet werden, haben sie immer die Signalendungen. وقتی که اینا به عنوان ضمیر استفاده بشن همیشه اون سیگنال اندونگشون رو دارن. برای مثال نوشته ist das dein Kuli? Nein, das ist nicht meiner. این به جای همون ماین کولی نشسته. Das ist nicht mein Kuli. و اینجا نوشته ماینر که نشون بده ضمیری هست بر یک اسم مذکر و ادامه داده der muss jemand anderem gehören و اینجا der هم به جای کلی نشسته و بعدش هم اسم نیست، در نتیجه ضمیره، آرتیکل نیست. مثال بعدیش habe keine Kulis hast du welche و welche هم حالت جمع هست برای eine که جمع نداشتن و ادامهش نوشته nein ich habe auch keine یا ich habe welche. keine برای حالت منفی و welche برای حالت مثبت. مثال بعدی in der Gruppe wollte jeder etwas anderes machen aber man kann es nicht jedem recht machen. recht machen یعنی راضی کردن و نیاز به داتیو داره. نوشته توی گروه هر کی میتونه هر کاری که در واقع کار متفاوت رو انجام بده. اینجا هر کی نومیناتیو هست و شده یدا، ولی بعدش گفته که اما آدم نمیتونه همه رو راضی کنه. اینجا همه یا هر کی رو راضی کنه، اینجا همه یا هر کی داتیو هست. رشت ماخه نیاز به داتیو داره و تبدیل شد به یدم. مثال بعدی هم نوشته auch so das meinst du. و مثال بعدش glaube wollte denen mal richtig die Meinung sagen. من فکر میکنم که او واقعا میخواست به اونها نظرش رو بگه و اینجا اونها داتیو هست. فعلمون زاگن هست که یه داتیو نیاز داره برای شخص و از ضمیر دنن استفاده شده برای داتیو جمع. و مثال آخر die Zahl derer die Deutsch lernen steigt. اینجا هم گنتیو جمع رو داریم، تعداد کسانی که آلمانی یاد میگیرن. مثلا die Zahl der Personen، تعداد اشخاصی که تعداد افرادی که و پرسونن رو پاک کردیم یه ضمیر خواستیم بذاریم میشه دقا. حالا داخل جدول به صورت خلاصه مختصر و مفید توضیح داده برای چیزایی مثل ein, kein, mein, jed, manch و غیره به این شکلی که تو حالت نومیناتیو و ماسکولین میشه einer یا ماینر، کاینر الاخر. توی حالت خنثی میشه eins، تو حالت مؤنث میشه eine و تو حالت جمع میشه ولشه. برای آکوزاتیو هم به همین شکل، فقط حالت مذکرش میشه einen. برای داتیو هم einem، einem، اینا و ولشن. برای حالت گنتیو هم به صورت ein یعنی حالت نکره یا ایندفینیت نداریم، کلا فقط جمع ولشا رو داریم. خب قاعدتا توی ترکیب اضافی اسم از حالت نکره به حالت معرفه در میاد و ترکیب اضافی در واقع معرفه ساز ترکیب اضافی همون گنتیو. حالا میتونیم کاری به این مباحث نداشته باشیم، خیلی ممکنه به درتون نخوره. و توی جدول سمت راست هم دفینیت آرتیکل رو نوشته، همون در و داس و دی که شما باشون کامل آشنا هستید از قبل و برای داتیو جمع هم که میشه دنن از سطح به یک باش آشنا شدید و توی حالت گنتیو هم دسن، دسن، دقا و دقا رو میشناسید. منتها توی این حالت به عنوان پرونومن دیگه بعدشون هیچ اسمی نمیاد. گرامر 311 Alternative Haupt- und Nebensätze. Alternative Haupt- und Nebensätze drücken eine Möglichkeit des Handelns aus, die als Ersatz für etwas anderes steht. این جمله ها امکان عملی رو بیان میکنن که به عنوان جایگزینی برای چیز دیگه هستن و خب سوالشون هم اینه wenn nicht das eine was dann. اگه این نیست پس چی؟ Die Nebensatzkonnektoren leiten den Aspekt ein, den man nicht wählt. اینا اون جنبه‌ای رو معرفی میکنن که آدم انتخابش نمیکنه. Wenn das Subjekt im Hauptsatz und Nebensatz identisch ist, kann man anstatt das und anstatt zu verwenden.
وقتی که فاعل یا سوبجکت توی هاوپتزاتس و نبنزاتس مشابه باشه، همانند باشه، میشه از anstatt das و anstatt zu استفاده کرد که خب anstatt zu ist meistens die stilistisch bessere Variante، بهتره. برای مثال کلاودیا möchte abnehmen aber anstatt dass sie eine Diät macht treibt sie Sport. میخواد وزن کم بکنه اما به جای اینکه یه رژیم بگیره ورزش میکنه. بهتر اینجوریه که بگیم کلاودیا möchte abnehmen aber anstatt eine Diät zu machen treibt sie Sport. که خب اینا نیبنزاتس کنکتور بودن. مثل همیشه برای این مفهوم به جای کنکتور نیبنزاتس میتونیم از Verbindungsadverb توی جمله دوم هم استفاده بکنیم که جایگاه میگیره و اگر اول جمله بیاد فعل در پوزیشن 2 قرار میگیره. Das alternative Verbindungsadverb steht im zweiten Hauptsatz. Das heißt in dem Satz, in dem die gewählte Alternative steht. خب Verbindungsadverb توی جمله دومی قرار میگیره. برای مثال Claudia möchte abnehmen aber sie macht keine Diät. Stattdessen treibt sie Sport. اون رژیم نمیگیره، به جاش ورزش میکنه. و die nicht gewählte Alternative kann auch mit Präpositionen eingeleitet werden. خب نیبنزاتس کنکتور رو خوندیم، Verbindungsadverbش هم یاد گرفتیم. حالا میشه به جای اینها جمله رو نومینال کرد. از پرپوزیسیون به اضافه اسم یا گروه اسمی استفاده کرد که پرپوزیسیونش میشه مثلا anstelle، اشتباه گفتم، anstelle von به اضافه داتیو یا anstelle به اضافه گنیتیو یا مثلا همون شتات خالی به اضافه گنیتیو. که اینجا نوشته anstelle von ویتامین تابلتن، به جای قرصای ویتامین sollte man frisches Obst zu sich nehmen. آدم باید یا بهتره که میوه تازه بخوره و zu sich nehmen یعنی اسن، خوردن. و توی صفحه بعد هم جدول کشیده خلاصه کرده نیبنزاتس کنکتور statt das یا anstatt das رو داریم و statt zu یا anstatt zu و متناظر با اون Verbindungsadverb statt dessen رو داریم. همچنین zweiteiliger کنکتور هم از به یک خوندیم، entweder oder یا این یا اون. و پرپوزیسیون هم یه شتات داریم به اضافه گنیتیو یا داتیو میشه، توی Umgangssprache به اضافه داتیو میشه و anstelle به اضافه گنیتیو یا anstelle von به اضافه داتیو. هر ستا به معنای به جای. اینا همه آلترناتیو بودن، به جای این کار فلان کار انجام بدیم. و توی قسمت 3.12 آدورساتیو ها رو میخواد بگه، چیزایی که تضاد رو نشون میدن. Adversative Haupt- und Nebensätze drucken einen Gegensatz bzw. eine Einschränkung aus. یه تضاد یا محدودیت رو نشون میدن. Sie antworten auf die Fragen wie war es früher, wie ist es heute. قبلا چطور بود، الان چطوره. Wie macht es X, wie macht es Y. برای مثال Nebensatz کنکتور während رو گفته während Peter nur der Schulmedizin vertraut, steht eine Frau der Akupunktur offen gegenüber. فعل gegenüber stehen یعنی رو در روی چیزی بودن، مواجه بودن با چیزی یا با تردید به چیزی نگاه کردن. اما اینجا میشه راحت ترجمهش کرد که در حالی که پتر به پزشکی مدرن اصطلاحاً اعتماد داره، خانمش نسبت به طب سوزنی باز هست، یعنی عقیده داره به طب سوزنی. وقت به معنی در حالی که یه تضاد رو داره نشون میده و منظور یک مورد زمانی نیست. در حالی که پیتر اینجوره خانمش اونجوره. و بعدش آبا رو نوشته. آبا kann als Konjunktion auf Position 0 stehen oder als Verbindungsadverb im Mittelfeld. هم میتونه پوزیشن بگیره و هم نگیره. که خب میدونید هم میتونه اول جمله به عنوان پوزیشن 0 بیاد و هم این که وسط جمله میتونیم بیاریمش. اینو از قبل میدونستید. Luis isst gern Obst aber sie mag kein Gemüse. یا میشه گفت Gemüse mag sie aber nicht. و جفتش اوکیه. و بعدش از دخ و یه دخ نام برده. اینها doch jedoch kann als Konjunktion auf Position 0 stehen oder als Verbindungsadverb auf Position 1. Jedoch kann auch im Mittelfeld stehen.
اینا هم باز معنی اما هم میتونن جایگاه بگیرن هم نگیرن، مثل آبا، و هم میتونن جایگاه صفر باشن، هم این که میشه بهشون جایگاه داد و در جایگاه یک میشه قرارشون داد و بعدش فعل میتونه بیاد. یه دخ رو میشه وسط جمله هم آورد، اما دخ فقط در جایگاه یک قرار میگیره. مثال زده لوئیس ist gern Obst doch sie mag kein Gemüse، یا doch mag sie kein Gemüse، یا sie mag jedoch kein Gemüse. همشون درستن و خب آبا برای آیه که یک بود الان توی سطوح بالاتر میشه از یه دخ مثلا استفاده کرد، یا دخ. و بعدش گفته wenn der Gegensatz besonders betont werden soll, können doch jedoch hingegen dagegen zusammen mit dem Element im zweiten Satz, das betont werden soll, auf Position 1 stehen. اگه بخوایم روی اون تضاد به صورت خاص تأکید بکنیم، میتونیم اون عنصری که باید روش تأکید بشه رو به همراه دخ و یه دخ و هینگگن و داگگن توی پوزیشن یک قرار بدیم. برای مثال Luis ist gern Obst, Gemüse hingegen mag sie nicht. باز اینجا همشون رو معنی اما، یا در عوض، یا با این وجود، یا در مقابل. و ادامهش bei Einschränkungen oder Einwänden توی محدودیت ها، قید و شرط ها یا مخالفت ها. Das heißt یعنی wenn jemand etwas gegen eine Sache sagt، وقتی یه نفر چیزی مخالف با یه چیز دیگه میگه، kann man aber doch und jedoch verwenden، میشه از این سه تا استفاده کرد. Gemüse ist gesund, jedoch sollte man nicht nur Gemüse essen. سبزی خوبه اما آدم نباید فقط سبزی بخوره. و bei Gegensätzen kann man aber doch jedoch dagegen und hingegen verwenden. Vitamine in Obst und Gemüse sind gesund. Künstlich erzeugte Vitamine können dagegen schädlich sein. ویتامین های توی میوه و سبزی سالمن، اما ویتامین هایی که به صورت مصنوعی ساخته شدن میتونن در مقابل مضر باشن. داگگن در مقابل، در عوض، اما، یا با این وجود هم میشه معنی کرد. همشون معنیشون میشه از نظر منطقی اما. و الان توی سطوح بالاتر به جایی که از آبا استفاده بکنیم میایم از اینا استفاده میکنیم. و die Präposition entgegen und der Ausdruck im Gegensatz zu beschreiben die Abweichung von einer Erwartung. حرف اضافی entgegen یا این ترکیب im Gegensatz zu برخلاف، در مقابل با، میتونن یک Abweichung رو نشون بدن، یک انحراف یا اختلاف یا مغایرت نسبت به چیزی که مورد انتظار بوده. Entgegen der Empfehlung seiner Ärztin hatte er nur Fertiggerichte gekauft. برخلاف توصیه پزشکش اون فقط غذاهای آماده خرید. و یه جدول هم داره خلاصه کرده. نبنزاتس کنکتور وگنت رو داریم، فعل و میندازه آخر، و کنجنکسیون های آبا، دخ، زوندرن رو داریم در جایگاه صفر، و فربیندونگز آدورب داریم که اینا جایگاه میگیرن، مثل دخ که فقط تو جایگاه یک قرار میگیره، یه دخ که میتونه جایگاه یک باشه، میتونه وسط جمله باشه، همچنین آبا، داگگن و هینگگن که اینا هم میتونن اول جمله بیان، هم میتونن وسط جمله قرار بگیرن و پوزیشن بگیرن. و ستون آخر هم حرف اضافه رو گفته، انتگگن به اضافه داتیف و im Gegensatz zu به اضافه داتیف. Grammatik سه نوع konsekutive Haupt- und Nebensätze geben die Folge an, die sich aus einer vorangehenden Handlung ergibt. اینا پیامدی رو نشون میدن که نتیجه یک عمل قبلی هستن یا از یک اقدام قبلی ناشی میشن. Sie antworten auf die Frage was ist oder was war die Folge. به این سوال جواب میدن که پیامد چیه یا نتیجه چی بود. و یه مثال زده es liegt keine eindeutige Definition von Burnout vor. vorliegen در دست بودن، مطرح بودن، و هیچ تعریف واضحی از سندروم فرسودگی شغلی یا برناوت وجود نداره، در دست نیست. Infolgedessen muss jeder Arzt eigenständig entscheiden. در نتیجه هر پزشک باید به صورت مستقل تصمیم گیری بکنه.
اینجا قاعدتا یک ادورب رو داشتیم. این folgedessen یه Verbindungsادورب بود و یک Hauptsatz رو ساخته بود. در واقع Hauptsatz کنکتور هست و ادامهش der Nebensatz mit so dass steht immer nach dem Hauptsatz. زوداس هم به معنی به طوری که یا در نتیجه. میگه نبنزاتسی که با زوداس هست همیشه بعد از هاپتزاتس قرار میگیره و دوباره همون مثال رو زده، این بار با زوداس و فعل رفته در جایگاه آخر قرار گرفته، در نتیجه زوداس نیبنزاتس کنکتور هست و بعدش گفته den Nebensatz Konnektor so das kann man trennen. آدم میتونه اینو جدا بکنه. Dann steht so plus Adjektiv oder Adverb betont im Hauptsatz و das im Nebensatz. so به اضافه صفت یا قیدی که بعدش میاد و مورد تاکید هست در Hauptsatz قرار میگیره و das میره دوباره توی Nebensatz. Akupunktur wirkt so gut چنان تأثیر خوبی داره که طوری خوب تأثیر میگذاره که dass man sie auch in der Schulmedizin einsetzt. و بعدش گفته konsekutive Präpositionen leiten ein Geschehen ein, auf das etwas folgt. حروف اضافه کنزکوتیف یه رویدادی رو شروع میکنن که یک پیامدی رو در بر داره یا نتیجه رو به دنبال داره. مثال زده infolge ihrer positiven Wirkung در نتیجه تأثیر مثبتش wird Akupunktur auch in der Schulmedizin eingesetzt. در واقع اینجا این فولگ به اضافه گنیتیف یه علت رو داره بیان میکنه، رویدادی که علت هست رو بیان میکنه و بعدش در ادامه جمله معلول یا پیامد یا نتیجه اومده، در صورتی که توی مثالهای قبلی چیزایی مثل زوداس یا اینفولگدسن خودشون بیانگر پیامد، نتیجه یا معلول بودن. و بعد هم توی جدول اینا رو خلاصه کرده. نیبنزاتس کنکتورها و فربیندونگزادورب ها مثل آلزو که معنی مختلفی داره ولی اینجا معنی در نتیجه میده. همه اینها رو میشه در نتیجه ترجمه کرد. فقط حرف اضافه رو یعنی پرپوزیسیون رو باید گفت در نتیجه